خیلی جذابه. چه بوی آبجویی میاد. اینجا رو سلام بچه ها، امروز اومدیم به شهر زیبای پیلسن، جایی که اولین آبجوی طلایی دنیا توش ساخته شده. میخوایم اولین مقصدمون هم کارخونه آبجوسازی این برند باشه. اسمش هست پیلزنا اورکوئل، اسمش همش یادم میره ولی این بالا نوشته. بریم ازش دیدن کنیم و بعد از اون هم بریم به موزه این کارخونه. یه تور کوتاه جالبی شاید باشه، پس با من همراه باشید که ببینیم اولین آبجوی طلایی دنیا چجوری ساخته شده. و تا قبل از اون ممنون میشم برای حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. چه بوی آبجویی میاد. آبجو میگیرن میرن بیرون میشینن میخورن. باید بلیتش رو تهیه کنیم اول که فکر میکنم اینجا باشه ساختمونش. این چه ماشین ممزه‌ایه. هوا هم عالیه. های. خب اونجایی که رفتیم سکیوریتی بود، قسمت تهیه بلیت نبود. حالا آدرس داد بریم همون سمت. آره. وای چقدر اینجا قشنگه. های. خفنیه. اوه کارخونهشه. قرار بلیط بگیریم بریم داخل این قسمت. اینجا هم خیلی جذابه. من بیشتر مشتاق شدم برم داخلش رو ببینم. متاسفانه از کارخونهش ما نمیتونیم دیدن کنیم چون حدود 2 ساعت زمان نیازه که بریم داخل. حتما باید با یه تور لیدر میرفتیم و ما زمان کافی نداشتیم برای این کار. فقط بلیت موزهش رو گرفتیم که بریم موزه این کارخونه رو ببینیم. برای من موزهش جالب تره، ولی خب کارخونهش هم دوست داشتم ببینم. خواستم که تنهایی بریم داخل، یعنی بدون تور لیدر، ولی اجازه نمیدادن که بدون تور لیدر وارد بشیم و با تور لیدر هم خیلی طولانی میشد. واقعا نزدیک 2 ساعت بعد میتابیدیم. یکم هم با بچه سخت بود، هم زمان زیاد نداشتیم. خب این قسمت هم ساختمون کارخونه هست که در حال حاضر همچنان توش آبجو ساخته میشه. خیلی ها میان اینجا و با جعبه های زیاد و بزرگ از اینجا آبجو تهیه میکنن. همین الان کلی آلمانی رو ما اینجا دیدیم. آلمانی هم که عاشق آبجو، که چند تا شل آبجو گرفته بودن و داشتن میذاشتن تو ماشین. موزه کارخونه تو قسمت خود کارخونه نبود، یه آدرس دیگه بهمون دادن که اینم مسیریه که باید پیاده حدوداً 10 دقیقه راه بریم. گفتیم با ماشین بریم بهتره یا پیاده؟ گفتن با ماشین سخت میشه جای پارک، پیاده برید بهتره. حالا ما هم داریم پیاده میریم موسم. اینم از مسیر رفتن تا موزه. مسیر خوشگلیه. این ساختمون زیبا هم توی مسیر رفتن به سمت موزه هست. خب فکر میکنم دیگه بالاخره رسیدیم به موزهش، چون این قسمت یه شیلدی هست که نوشته موزه.
خودم بهتر از هر کدومتون نقشه میتونم. دست درد نکنه. دمت گرم. آبجو یه نوشیدنیه که توش الکل داره. بیر آره. آها به آلمانیش نمیدونستی؟ اوکی. چقدر قشنگه. بریم داخل موزه کارخونه. موزه آبجوسازی. کارخونه سال 1842 ساخته شده. احتمالاً با اینها آبجو رو پر می‌کردن. بله. دستگاه مختلفشه. طی دوره‌های مختلف مدلاش پیشرفته می‌شده. میدونستین قبل از سال 1842 بیشتر آبجوها تیره، کدر و سنگین بودن؟ نه خبری از اون رنگ طلایی درخشان بود، نه اون شفافیتی که امروز میبینیم. اینجا توی شهر پیلزن مردم از کیفیت بد آبجوها حسابی شاکی بودن و یه روز تمام بشکه ها رو جلوی شهرداری خالی میکنن. تا اینکه شهرداری تصمیم میگیره یه آبجوساز آلمانی به اسم یوزف گرول رو بیاره. جوزف گرول با یه راز طلایی همه چیز رو تغییر داد. از آب نرم و زلال این شهر استفاده کرد، مالت روشن رو وارد کار کرد و با روش جدید لاگرسازی آبجو رو تخمیرش کرد. نتیجه چی شد؟ برای اولین بار دنیا یه آبجوی طلایی و شفاف دید. چیزی که انقلابی توی تاریخ آبجو بود. و همونجا بود که نام پیلزن برای همیشه توی دنیای آبجو جاودانه شد. اینجا رو چقدر طبیعی و قشنگ. آره بابا رو بیا اینجا. خیلی جالبه. آدم احساس میکنه توی زمان، تو تاریخ داره قدم میزنه. زمان گذشته. کافه های اون زمان که مردم چیزن این مدلی با توی این سبک نوشیدنی میخوردن. چقدر جذابه واقعا. نمیدونم متوجه صدا هستید یا نه، ولی صدا یه جوریه که انگار دقیقا توی محیط کافه اون زمان قرار گرفتید. خب شما میدونید که آبجو چطوری درست میشه؟ اگر نمیدونید بیایید تا من واسهتون خیلی خلاصه و ساده بگم. آبجو رو معمولا با 4 چیز درست میکنن. آب، مالت که همون جو جوانه زده و خشک شده است، رازک و مخمر. اول جو رو مالت میکنن تا قندش آزاد بشه. بعد مالت رو با آب گرم قاطی میکنن و یه مایه شیرین به دست میاد. این مایه رو میجوشونن و توش رازک میریزن تا طعم و عطر بگیره. وقتی خنک شد مخمر اضافه میکنن و مخمر قند رو میخوره و تبدیلش میکنه به الکل و گاز. آخرش هم آبجو چند هفته میمونه تا جا بیفته و آماده نوشیدن بشه.
چه جالب، کلی پول توشه. نمیدونم اینجا چیه. بریم بچه ها. معلوم نیست به کجا میخوره. این همون شیلد که از دور میدیدم، این تابلوه بود که موزه رو نشون میداد. چقدر جالب. آره خیلی قشنگه اینجا. هم دیوانشون چقدر مزن. خدایا خیلی قشنگه. قسمتم جای سر رو خالی گذاشته میشه باید عکس بگیری. نه این چیزی هم این هم از موزه کارخونه آبجوسازی. قسمت هم یک کافه است که همه چی چوبی و به سبک قدیم کار شده. خب اینجا هم میدون جمهوری شهر پیلز و این هم کلیسای معروف سنت بارتولومئو هست که از اون بالا که حدود 300 تا پله میخوره میره اون بالا میتونی کل نمای شهر رو ببینی. هم ورودی همون کلیساست.
نمیخواد از اینجا برم. ساختمونای رنگی رو ببینید، آبی، صورتی، طلایی. دست معمار اینجا رو دوست دارم. اینم یه خانم زیبا که با ساختمونای رنگی اینجا ست شده. خب ما اینجا رفتیم یه رستوران ترک غذا خوردیم، ولی خب شرایط فیلم گرفتن نبود اونجا دیگه. غذا رو خوردیم، یه مقدارم واسه تو راه بچه ها آوردیم. خیلی خوش آره خیلی هم خوشمزه بود. واقعا غذاشون خوش. آره غذاش عالی بود. منم این دست خوشکیسه ترکی کلی تشکر کردم. آره چقدر هم خوششون اومده بوده، چند کلمه ما ترکی صحبت می‌کردیم، خوششون اومده بود. بهم یه دونه نوشابه رایگان دادن تو جایزه ترکی بلد بودن. 4 جمله ترکی گفتم. آفرین. آره بریم سمت ماشین و دیگه باید پیلز و کشور چک رو ترک کنیم به قصد آلمان و برگردیم خونه، بریم سمت فرانکفورت. خب بچه‌ها مرسی که همراه ما بودین. اگر از ویدیوی امروزم خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. ممنون که همراه منید. خدا نگهدار.